تنها جای ایران که هیچ وقت برقش نمیره. سیستم تامین برق کیش با کل ایران فرق داره. اول اینکه کلا شبکه تامین برقشون به ایران متصل نیست. بعدش هم خودشون دو تا نیروگاه جدا دارن که بهشون شمالی و جنوبی میگن. تامین گازشون هم از منطقه سیلیه است که مستقیم به این جزیره گاز کشی شده. نیروگاه شمالی 32 مگاوات، نیروگاه جنوبی 48 مگاوات برق تولید میکنن که برای مصرف روزانه مردم کافیه. و جالبه که مستقیم هم به منازل و مراکز تجاری میره و وارد شبکه برق هم نمیشه. اینم از مزیت کیش زندگی کردن دیگه. البته جالبه بدونید توی شرایط بحرانی و وسط تابستون ممکنه برق بره، ولی اینجاست که یه نیروگاه دیگه به سرعت وارد چرخه میشه. نیروگاه دیزلی 10 مگاواتی که زمانی به کمک جزیره میاد که برق کم میاره. البته با توجه به افزایش رفت آمد و جمعیت کیش بازم ممکنه کم بیاد که این بار مسئولین این جزیره رفتن سراغ نیروگاهایی که برقشون رو از توربین‌های آبی تامین میکنن و علاوه بر شیرین کردن آب دریا واسه جزیره، برقم تولید میکنن. واقعا کیش خارق العاده است. اگه میخوای اطلاعات جذابتری از این جزیره بهت بگم، پیج کیش نیدز رو فالو کن.